به ماهیام غذا اصلا چی بدم، کی بدم، کجا بدم، چی جوری بدم، همه رو امروز تو این ویدیو بهت میگم. برای غذادهی به ماهی‌ها من خودم به شخصه روزی حدوداً 2-3 بار بهشون میدم، ولی خب چیزی که اصولیه از 1 تا 5 بار در روز. یکی برمیگرده میگه آخه 5 بار در روز، آخه 5 بار، میگم آره 5 بار. چجوری؟ هر وعده به اندازه سر انگشت بهشون میدی، خیلی کم. ببین ماهی وقتی بهش غذا میدی باید غذا رو توی 1 دقیقه، نه ببخشید 30 ثانیه تموم کنه اگه گشنش باشه. ببین مثلا یه مقدار میدی، این مثلا اینقدر مون، میگی مثلا یه خورده کمتر میدم تا اون مقداره بعد دستت بیاد. من خودم به شخصه غذا اوشن استفاده میکنم، گرانول اوشن استفاده میکنم، بعضی موقع مثلا تو هفته شاید 2 بارم قرص جلبک استفاده میکنم. اینم برای مثلا سرطانه، مثلا میگم سرطان، انگلای روده و نمیدونم اینجور چیزا خیلی خوبه، سیستم ایمنی ماهی هم میبره بالا، خیلی چیز مفیده. ولی خب سعی کنید غذادهی رو در بخشای کوچیک به ماهی بدید در روز، مثلا خیلی ریز، در مثلا 5 بار در روز، مثلا یه بار یه قاشق غذاخوری نه. بریم برای بچه ماهی هم توی پارت دیگه بتونم. برای بچه ماهی هم همین غذایی که به بزرگان میدم و من خودم پود کردم میدم بهشون. برای بچه ماهی هم وعده هاش از روزی 1 تا 7 بار بعد بهشون وعده های ریز بدید. سایز گرفتن بچه ماهی ها و نمیدونم این که رنگ بگیرن و همه اینا به کیفیت غذا و میزان غذادهی و نوبت هایی که بچه غذا میدی و چه غذایی میدی، مثلا پروتئینش بالاتره یا مثلا بستگی داره چه غذایی بشونی. من خودم به بچه ماهیام قرص اسپرولینا میدم، برای سیستم ایمنی بدنشون خیلی چیز مفیدیه. تمام چیزایی که برای غذادهی به ماهیام بود تو این ویدیو بهتون گفتم. حتما چنل رو ساب کنید، کامنت انگلیسی بنویسید، زنگوله بغلش هم بزنید. مرسی که تو این ویدیو همراه من بودید و تا ویدیو بعد یا حق.